امروز یکی از روزهای عادی زندگیته. ساعت 11 از خواب بیدار میشی، 1 ساعت در همون حالت روی تخت دراز میکشی. انگار نه انگار که زندی، انگار نه انگار که امروز یه روز جدیده. گوشیت رو برمیداری و شروع یک رضایت کوتاه مدت. ما روزانه هزاران ویدیو توی فضای مجازی میبینیم، از ویدیوهای سمین اینستاگرام تا چالش‌های تیک تاک و ویدیوهای فانی یوتیوب. اما آیا تا به حال از خودت پرسیدی چرا من باید این ویدیو رو ببینم؟ این ویدیو چه تأثیری روی زندگی من داره؟ ویدیوهای چند ثانیه‌ای که حتی 1 دقیقه بعد اونا رو به خاطر نمیارم. ویدیوهایی که دامنه توجه شما رو به شدت پایین میارن و علاوه بر اینکه بیفایده هستن، چیز خیلی مهم رو توی زندگی از شما میدوزن و اون چیز ارزشش خیلی بیشتر از طلاست. زمان. درسته، زمان. همون زمانی که رایگانه و ما همیشه اون رو در اختیار داریم. اگه بخوایم شعار بدیم میگیم زمان تنها چیزیه که کاملا رایگانه، اما از دست دادنش خیلی گرون تموم میشه. شاید الان قدرش رو ندونیم، اما ارزشش وقتی مشخص میشه که چشم روی هم میذاریم و میبینیم به همین زودی رسیدیم به 30، 40 و بالاتر. چشم روی هم میذاریم و میبینیم به سرپایینی عمر رسیدیم و پشت سرمون رو نگاه میکنیم و میبینیم پر از حسرت زمان. حالا تصور کنید 70 سالمونه. نوه‌مون ازمون میپرسه توی جوانی چه کاری کردیم؟ توی اون لحظه حتی اگه از شکستایی که خوردیم براشون تعریف کنیم، از راهایی که رفتیم و به نتیجه‌ای نرسید، باز هم خیلی غرورآمیزه. باور کنید آدمی که کلی شکست خورده از آدمی که هیچ راهی رو امتحان نکرده خیلی موفق تر. اما همیشه هم نیازی نیست از شکست هامون براشون تعریف کنیم. میتونیم گاهی هم از موفقیت هامون بگیم، از شکست‌های پی در پی که در آخر منجر به موفقیت شدن، از اهدافی که فقط در حد هدف باقی نموندن و از کاری که برای رسیدن بهشون انجام دادیم. اما داشتن هدف چطوری میتونه منجر به موفقیت بشه؟ مگه همه ما آدما هدف نداریم؟ مگه خیلی از ما برای رسیدن به اهدافمون برنامه‌ریزی نمی‌کنیم؟ پس چرا فقط درصد خیلی کمی از مردم به هدفشون میرسن؟ واقعیت اینه که دنیا پر از آدمایی که ایده‌های بکیر توی سرشون دارن، اما فقط یه ویژگی خیلی مهم هست که باعث میشه فقط تعداد کمی از این ایده ها عملی بشه. یه فرق خیلی مهم که من و شما رو از افراد خیلی موفق متمایز میکنه و اون چیزی نیست جز شروع کردن. درسته، به همین سادگی. شاید باورش سخت باشه، اما تنها راهکار موفقیت همینه. شروع کردنه که یه یوتیوبر موفق رو از کسی که هنوز یه ویدیو هم آپلود نکرده متمایز میکنه. شروع کردنه که افراد موفق رو از افراد عادی جدا میکنه. باور کن، تا شروع نکنی، تا امتحان نکنی، تا شکست نخوری، هیچ چیزی تغییر نمیکنه. فکر میکنی موفق نمیشی یا به اندازه کافی برای شروع خوب نیستی؟ میدونید من این ویدیو رو چند بار ضبط کردم؟ 10، 20، 30 یا شاید بیشتر. حتی میدونم شاید این ویدیو رو هیچ کس نبینه، اما فقط شروع کردم و ادامه میدم به امید اینکه یه روزی ویدیو هم دیده بشه. پس باید باور کنی که هیچ کس از 100 شروع نکرده. پس از همون نقطه‌ای که هستی، حتی اگه روی نقطه 0 قرار داری، حتی روی نقطه منفی، فقط کافیه شروع کنی. شروع به تجربه کردن، به یاد گرفتن اون مهارتی که همیشه آرزو داشتی، به آپلود اون اولین ویدیو، حتی اگه خیلی بد باشه. پس همین الان شروع کن. نگو شنبه روز بهتریه. باور کن امروز با شنبه هیچ فرقی نداره. نگو فردا شروع میکنم، چون در اون صورت هیچ وقت اون فردا نمیرسه. و اگه همین الان شروع نکنی، مطمئن باشی روزی پشیمون میشی. حسرت میخوری از این که بقیه ایده‌تو عملی کردن و به موفقیت رسیدن و تو فقط نشستی و تماشا کردی. و اگه همین الان با خودت میگی باید یه ویدیوی دیگه ببینم و بعد شروع کنم، فقط کافی از خودت بپرسی چرا.